خب میریم برای باقی ماجرا که ما الان سیستممون رو در واقع داکرمون رو آماده کردیم تا حدودی و در واقع الان میتونیم پروژهمون رو در واقع حالا وصل بکنیم به دیتابیسی که روی داکر داره ران میشه و بتونیم ازش استفاده بکنیم. این موضوع رو در نظر بگیر، من هنوز خود پروژه رو روی داکر نبردم، یعنی تو مرحله آخر من میخوام این کار رو براتون انجام بدم که شاید براتون جای سوال باشه چرا مثلا خود لاراول رو ما نیاوردیم، مثلا خود همین رو یه دونه مثلا براش یه کانتینر جداگونه اجرا نکردیم و روی لوکالمون داره مثلا فایلای پروژه‌مون رو داره میخونه. اونا رو تو مرحله پروداکشن من کامل بهتون میگم. من فعلا فقط چیزایی که نیاز داشتم یه دیتابیس بود، یه پی اچ پی مایادمین بود که بتونم به دیتابیسم رو در واقع دیتا هم رو اونجا استور بکنم و همینطور پی اچ پی مایادمینم که بتونم به دیتابیسم وصل باشه و ببینم که چه اطلاعاتی اونجا در واقع حالا استور شده و حالا باقی ماجرایی که وجود داره. ببینید الان اگه من بخوام کار بکنم، به طور مثال الان ما میخوایم چی کار بکنیم؟ ما میخوایم بیاریم داخل پروژمون یه بخشی رو مثلا ما داریم به عنوان مثلا آتنتیکیشن، حالا بخش در واقع احراز هویت و حالا لاگین، رجیستر و حالا باقی این ماجراهایی که در واقع اینجا اتفاق میفته همشون در واقع تو این بخش هستش. یه بخش دیگه ما داریم مثلا به طور مثال الان میخوایم چیکار بکنیم، بخش وبلاگ رو مثلا میخوایم اضافه بکنیم که در واقع همون بلاگمون میشه. ما میخوایم یه بخش وبلاگ داشته باشیم که حالا مثلا پست هامون داخلش باشه و عرضم به حضورتون کاتگوری های پست هامون داخلش باشه، کامنت ها و حالا باقی ماجرا. یه بخش دیگه هم ما داریم که در واقع چی میشه؟ این میشه در واقع ایشاپ ما که در واقع میشه فروشگاهمون. اگر شما در نظر بگیرین اینا هر کدومشون کلی کنترلر، کلی مدل، کلی مایگریشن یا شاید کلی در واقع سیدر داشته باشن برای خودشون که اگر شما بخواید همه اینا رو داخل یه دونه پروژه در واقع در نظر بگیری، شما بعداً به طور مثال میخوای بری یه دونه در واقع حالا واسه این بلاگت یه کنترلر رو میخوای مثلا بری داخلش یه تغییرات اعمال بکنی، باید کلی اسکرول بکنی، کلی کدا رو بگردی بینشون و حالا کلی حالا اصلا شیر تو شیر میشه به قول اگر بخوام اینجوری بهتون بگم اصطلاح در واقع اینجوری. ولی ما به چی کار بکنیم؟ چند تا روش داریم برای این موضوع توی سطح در واقع الان انترپرایز اگر بخوایم نگاه بکنیم. ما الان یه پروژه رو واقعی داریم نگاه میکنیم، نمیخوایم الکی یه چیزی رو بنویسیم مثلا ثبت نام بشه مثلا ما ببینیم آره مثلا این ثبت نام شد اوکی داره کار میکنه. نه، ما واقعا اینو میخوایم در واقع به عنوان یه پروژه ریل میخوایم بیاریم روی در واقع سرور ازش استفاده بکنیم تو سطح خیلی بزرگ. حالا مثلا ما اون رو اینجوری دارم در نظر میگیرم این پروژه رو. ما اگر بخوایم در واقع این شکلی بریم جلو که حالا مثلا همه چیزمون یه جا باشه، خیلی به مشکل میخوریم. یه موردی ما داریم، یه راهکاری در واقع حالا برنامه‌نویس‌ها یا در واقع حالا مهندسای در واقع برنامه‌نویسی و حالا کسایی دیگه اومدن این رو پیشنهاد دادن که گفتن که ما بیام چیکار بکنیم، اینو به صورت میکرو سرویس در بیاریم. حالا میکرو سرویس یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این بخش ها رو ما جدا جدا روی یه سروری مثلا بیاریمش بالا، هر کدوم مثلا یه سرور داشته باشه که مثلا این یه سروره و هر کدوم سرور هستن، هر کدوم آی پی آی جداگونه دارن و اینا با همدیگه در واقع حالا بتونن با یه روشی که در واقع حالا ما می‌نویسیم اینا با همدیگه مثلا کامیونیکیت داشته باشن، با همدیگه دیتا رو در واقع بگیرن به همدیگه بدن و مباحث دیگه. این یه مبحثی هستش، مبحث میکرو سرویس که خیلی خیلی تو پروژه هایی با اسکیل خیلی بزرگ خیلی به کارمون میاد. به طور مثال حالا مثلا من مثال دارم میزنم، شما مثلا خود مثلا سایت دیوار رو در نظر بگیرین یا مثلا دیجیکالا رو در نظر بگیرین. این یه دونه در واقع چیز نیستش، یه دونه سرور نیست که یه پروژه رو مثلا واسه بک اندش نوشته باشن گذاشتن داره کار میکنه. نه، ببینیم بخش انبارگردانیش جدا هستش، مثلا واسه خود دیوار رو دارم میگم خدمتتون. بخشای در واقع ترانزکشنال یا در واقع بیلینگ یا همون فروشش، حسابداریش، همه چیزش جدا هستش، جدا جدا دارن با هم دیگه کار میکنن و اینا پشت سر هم توی بک‌گراند دارن با هم دیگه یه کامیونیتی دارن، ولی شما در آخر یه دونه سایت رو داری میبینی اینجا و همه چیز توی این بک‌گراند داره اعمال میشه، هر چیزی که وجود داره.
یکی از روش‌هایی که الان ما میتونیم این کار رو انجام بدیم اونم این هستش که بیایم میکرو سرویسش بکنیم. یعنی چیکار بکنیم؟ بیایم به ازای هر بخشمون، مثلا بخش احراز هویتمون رو کلا مثلا بیاریم روی یه پروژه لاراول جداگونه بیاریم و کلا بذاریم روی اون، و بخش مثلا بلاگمون رو که میخوایم حالا بخش وبلاگمون باشه اون رو دوباره یه پروژه لاراول دیگه بیایم در واقع چیز بکنیم، نصب بکنیم و بریزیم روی اون. این خیلی خیلی در واقع سولوشن خیلی حرفه‌ای هستش اگر بخواید اینجوری کار بکنید، ولی همه جا میکرو سرویس استفاده کردن واقعا اشتباهه. یعنی ببینین، شما باید ببینین مقیاس کارتون تو چه مقیاسی هستش، تو چه سطحی هستش. به طور مثال 1 سال بعد پروژهتون رو ببینین که آیا 1 سال بعد مثلا شما میزان در واقع ورودی که روی سایتتون در واقع حالا مشتری میخواد بیاد، آیا مثلا روزی به مثلا به 1 میلیون نفر میرسه یا مثلا یا بیشتر از این میرسه. دیگه اینجا شما باید برین رو مبحث، حالا نمیخوام به مبحث دیوپسش برسم، اسکیلینگ و حالا باقی ماجراها. و میکرو سرویس یکی از راهکارهایی هستش که خیلی بهتون کمک میکنه روی این موضوع، که میاد چیکار میکنه. به طور مثال وقتی کاربر میخواد ثبت نام بکنه، اطلاعات رو میفرسته به مثلا سرور آتنتیکیشن و اونجا در واقع داره پروسس انجام میشه. حالا هر چقدر که دیلی داشته باشه با باقی ماجرا، بقیه قسمت‌های سایتتون داره کار میکنه دیگه. اینجوری نیستش که چون این کار نمیکنه پروسه روی این هستش کلا سایتتون بخوابه، اینجوری نیست. ما الان میکرو سرویس رو استفاده بکنیم یا نکنیم، ببینید این بستگی به خودتون داره. شما باید ببینید اگر اسکیل پروژهتون دیگه خیلی داره میره بالا، مثلا مثل اسنپ یا مثلا، من مثال دارم میزنم اینا رو، شاید اصلا مثلا توی بک اند در واقع خود این شرکت هایی که دارم بهتون میگم شاید اصلا سیستمشون اصلا استراتژی یه چیز دیگه باشه، ولی من مثال رو اینجوری دارم میزنم که راهکار میخوایم بدیم برای این موضوع. یه روشش این هستش که ما بیایم میکرو سرویس بکنیم که اینجا الان برای ما نمیصرفه که مثلا ما بیایم چیکار بکنیم برای شروع ماجرا، بیایم مثلا واسه هر کدوم یه سرور جداگونه بیایم راه اندازی بکنیم. هر سروری برای خودش حالا یه مینیمم رمی داره، یه مینیمم سی پی یو در واقع در نظر بگیرید که کم کمش حداقل واسه هر کدوم از مثلا این سرورایی که در واقع حالا چه ابری باشه چه وی پی اس باشه، یه مینیمم رنج در واقع حالا تو هر ماه بین مثلا 800,000 تومان تا حالا مثلا 1,500 تا 2 تومان شما باید هزینه بکنین، که اگر مثلا بخشای سایتتون بیشتر بشه پشت سر همین میکرو سرویس ها تعدادشون هی بیشتر و بیشتر بشه، شما دیگه واقعا باید یه هزینه خیلی زیادی رو باید در نظر بگیرین که واقعا واسه سروراتون بخواین هزینه بکنین. که این میگم تو مبحث خیلی در واقع اینترپرایز خیلی بزرگتر خیلی به کارتون میاد، ولی الان اینجا نه. من پیشنهادم این هستش که پس ما میایم چی کار میکنیم برای این موضوع، اگر بخوایم یه راهکاری داشته باشیم که هم شبیه میکرو سرویس باشه و هم ما بتونیم در واقع نظم داشته باشه پروژمون و بدونیم همه چیز جدا جدا هستن، همه چیز مرتب در واقع توی یه فولدر خاص خودش داره در واقع انجام میشه. ما میگیم چیکار میکنیم؟ همین سرویس رو در واقع حالا همون مثلا من آتنتیکیشن هم هستش یا در واقع حالا بلاگ هم هستش، ببخشید من حالا تون دارم مینویسم چون نمیخوام حالا زیاد چیز بکنم. ما میگیم چیکار میکنیم؟ از همین استراتژی ما میایم استفاده میکنیم، ولی چطور میایم استفاده میکنیم؟ داخل یه پروژه ما میایم استفاده میکنیم، دیگه نمیایم میکرو سرویسش بکنیم. همون استراتژی هستش، فقط مثلا بخش آتنتیکیشن رو داخل یه دونه فولدر قرار میدیم، بخش بلاگمون رو کلا مثلا مدلاش، کنترلراش و مایگریشناش و همه چیزش رو داخل یه فولدر جداگونه قرار میدیم. این روش رو به اسم میگم مثلا روش ماژول. اگر شما در نظر بگیریم ما به روش ماژولز داریم میریم جلو، که مثلا به صورت ماژول هستش اینا، یعنی یه دونه مثلا ماژول آتنتیکیشن هست، یه ماژول مثلا بلاگ هستش، اینطوری در واقع میتونیم اینا رو ببریمش جلو. ببینید راهکارهای خیلی زیادی هست. یکی اینه که شما خودت میتونی در واقع بیای اینجا یه در واقع ارزم به حضورتون براش چیز بکنین، یه فولدر مثلا درست بکنین اینجا، اسم فولدرش رو مثلا بذاریم ماژولز و حالا مثلا داخلش خودتون برین دسته‌بندی بکنین. یه پروژه‌ای هستش، یه بنده خدایی اومده این کارو کرده به اسم آقای دیوید کیر که اومده این کار رو انجام داده. یه پروژه‌ای رو اومده درست کرده در واقع به اسم لاراول ماژولز بیلد ماژولار لاراول اپلیکیشنز،
که میاد لرول شما رو به صورت در واقع ماژولار میکنه. یه آپشنی به شما میده که خیلی دستتون رو باز میکنه توی این موضوع اگر بخوایم باش کار بکنیم. من گت استارتد رو میزنم، حالا میگه که شما اگر بخواید مثلا کار بکنی چطور میشه. میگه مثلا به طور مثال این یه دونه در واقع بخشی هستش که حالا ماژولار شده. ببینین میاد چیکار میکنه، بخش اپ رو میگه جداگونه به شما میدم. این مثلا یه دونه بلاک هستش که آورده داخل یه دونه فولدر ماژول قرار میده و کانفیگش رو جدا میدم. دیتابیس ها یا ریسورس هایی که هستش، حتی ویو ها و همه چیزش رو جداگونه میتونین داخل یه دونه فولدر قرار بده. روتین، تست و حالا باقی مواردش رو به صورت جداگونه بهتون کامل میده اینجا شما اگر بخواید استفاده بکنین. بعد ارزم به حضورتون که ورژنش رو من میذارم روی 10 که ببینیم به چه صورتی هستش. من میرم برای نصبش. اگر اینستال بزنیم میگه چیکار بکن، بیا و این رو در واقع حالا نصبش بکن، لارول ماژولار رو. و من میرم یک لحظه صبر بکنین، روی 11 فکر نکنم هیچ تفاوت خاصی هم داشته باشن. خب من میرم داخل پروژه و یک کلیر میکنم و اینجا میام چیکار میکنم. الان من میخوام ماژول های بخش در واقع اتنتیکیشن هم رو در واقع بنویسم. حالا میام چیکار میکنم، یه دونه فیچر درست میکنم، یه برانچ درست میکنم که دیگه بریم رو اون برانچ کارمون انجام بدیم. git follow feature ارزم بزرگتون استارت بکن. اسمشو میذارم چی؟ اوت، یعنی بخش اتنتیکیشن هم هستش که من دارم کار میکنم. فیچرم در واقع میاد شروع میکنه، میسازدش، پیستش میکنم کامپوزر ریکوار. حالا اسمی در واقع چیز هستش، پکیج هستش، میزنم تا کامپوزرم بره در واقع اینو نصبش بکنه روی پروژم. و میگه که میخوای که تراست داری به این در واقع پلاگین ها رو نصبش بکنم. یه دونه یس میزنیم واسش. بعد یه دونه ارور ما داریم الان اینجا، میگه که من نمیتونم در واقع این کار رو انجام بدم و اوتولودینگش رو ندارم. بذاریم من اینو فکر کنم مشکلمون از اینجا هستش. یه کامپوزر جیسون میگیرم. ببینین این اومده چی کار کرده برای ما، این در واقع چیز رو نصبش کرده، پکیج رو نصب کرده، ولی ورژنش رو گذاشته در ورژنی که دلت میخواد و در واقع براش در نظر بگیر. ما میام چیکار میکنیم، من اینو میام به نسخه در واقع 10 ورژن 10ش چنجش میکنم و کاری که میام انجام میدم اینجا فولدر وندور رو یه بار پاکش میکنم چون این نصب شده بود و الان اینجا می نویسم کامپوزر آپدیت که دیگه الان انگار مثلا میگم که وندورم رو پاک بکن و بیا چیکار بکن این پکیج هایی که اینجا هست رو برای من نصبش بکن. چون اینم نسخه 10 گذاشتم الان قشنگ خیلی راحت برای من نصبش کرد، هیچ مشکلی هم دیگه الان نداره. خب بعدش میگه چیکار بکن واسه این، بیا و اینا رو بزن که الان مثلا پابلیش بکنه واسه یه سری کانفیگا رو که شما بتونی ازش استفاده بکنی. میگه که حالا ما اومدیم چیکار کردیم، داخل یه دونه داخل فولدر کانفیگ یه دونه ماژول اضافه کردم و استابز نمیدونم چی هستش این، و میگه که ویت ماژولار رو هم در واقع آوردم بهش اضافه کردم. خب کار دیگه که باید انجام بدیم، بذارید من برم اینجا ببینم با 11ش فرقی داره. نه هیچ فرقی نمیکنه. خب میگه که اگه میخوای خود کانفیگ رو فقط بزنی اینو بزن، اگه میخوای این کار رو انجام بده و میرم جلو. بعد ارزم بزرگتون حالا میگه که شما میخوای کانفیگورش بکنی، پابلیش بکن سرویس پرووایدر رو. میگه پابلیش پکیج کانفیگر یوزینگ، میگه که ماژول سرویس پرووایدر رو میتونی با این شما پابلیش بکنی. من میام چیکار میکنم، اینم میرم پابلیشش میکنم اگر پابلیش نشده باشه. پرووایدر نمیدونم کجا اومد، داخل این چیز کرده. خب داخل کانفیگمون این آورده اضافه کرده. میگه که نیم اسپیس رو من چی قرار بدم که داخل مثلا به طور مثال اگر میخوایم مثلا به یک کنترلری اشاره بکنیم، من بالا رو نیم اسپیس چی قرار بدم، مثلا ماژولز قرار بدم یا مثلا شما میتونید بنویسین حالا مثلا پکیج ها یا حالا هر چیزی که شما خودتون مد نظرتون هستش. میگه فایلایی که میخواید داخل هر ماژول من میخوام برات بسازم چیا هستن، چه فایلایی رو من برات بسازم، چه فایلایی رو مثلا درستش بکنم. اینا رو شما میتونید خیلی راحت اینجا
اسمشون رو عوض بکنین و تغییرش بدین. بعد میگه که حالا اینجا میگه که براتون حالا مثلا مدل ها رو بسازم یا نه، مثلا جنریت بکنم اسم مدل رو یا نه جنریت نکنم، مایگریشن ها رو درست بکنم یا نه. ببین اینجا مثلا خودش نوشته کانفیگ رو درست بکنم. بذاریم من اینا رو خودم دارم چیز میکنم، کامند رو برام بسازه، مایگریشن ها رو برام بسازه، فولدر ها رو در واقع برای هر پروژه‌ای که من میخوام، فکتوریشو میخوام بسازه، روتینگش رو میخوام، بعد فیلتر رو ریکوستش رو نمیخوام، پرووایدرش رو میخوایم، اسیتس رو نمیخوایم فعلا، یا بذاریم بسازه. خب لنگویج رو برای هر پروژه میخوام لنگویجش جدا جدا اگر بخوایم کار بکنم، تست رو میخوایم تستینگ رو براش درست بکنه، فیچر رو نمیخوایم، ریپازیتوری رو نمیخوایم، ایونت ها رو میخوام، لیسنر ها رو میخوایم، پالیسی ها رو میخوایم. بزنیم پالیسی رو ما فعلا نمیخوام. رول ها، جاب ها، ایمیل ها رو، فولدر ایمیلش رو بسازه، نوتیفیکیشن ها رو بسازه، ریسورس رو بسازه و کامپوننت اینا رو دیگه نمیخواد. خب میرم پایین تر ببینم که چه چیز دیگه وجود داره و الان میگه که برای این که در واقع حالا هر ماژول رو که میسازه اسمشو میخوای چی بذاری، کسی که در واقع داره این ماژول ها رو در واقع داره میسازه اوترش کی باشه. مثلا من میزنم باکسی کد هستش و حالا ایمیلی هم که حالا مثلا بهش میتونیم بدیم های ات، مثلا خودتون میتونین هر ایمیلی که میخواین اینجا براش قرار بدین. خب و کش بکنه یا نه، مثلا براتون میخواین در واقع کشینگش رو براتون اجرا بکنم. من کش رو اکثرا بذاریم فالس باشه، چون میبینی یه ماژول رو براتون کش میکنه 2 ساعت بگردید، حالا مثلا میبینی یه کنترلر رو نوشتین هر کاری میکنین در واقع داره چیز میکنه، ایرور میده که بعد میفهمین ای بابا این از کش داره میخونه. و به همین صورت الان همه چیزمون اوکیه و ما الان اینو سیوش میکنم و میرم داخل خود پروژم. میگه که چی، من اومدم 50 خورده ای تا فایل رو من اومدم برات چیز کردم، اینا رو میخوایی حالا برات چیزش بکنم، در واقع حالا ایندکسش بکنیم که بذاریم داخل چیز. من اینو مینویسم implement module system، کل ماژول سیستم رو میگم که اینا ماژول سیستم ما بود. الان سیستم ماژولینگمون اد شد. خب حالا چطوری ماژول اضافه بکنیم براش؟ ببینین اینجا میگه که شما اگر بخوای از سیستم ماژول استفاده بکنی، برای اینکه بخوای چیز بکنی یکی از ماژول ها رو به طور مثال نوشتی میخوای اینیبلش بکنی، این دستور رو باسش بذاریم من ببینم این ماژول رو، همون کارهایی که من انجام دادم الان اینجا میگه که میتونی مثلا این کار رو انجام بدی براش. بذارین یوزیجش حالا ماژول creating ماژول اینها میگه که میتونی PHP آرتیجن ماژول میک، مثلا ماژول پست رو برام درست بکن، خیلی راحت. همین کار رو ما میام اینجا انجام میدیم، کلیر بزنم مینویسیم PHP آرتیجن میک ماژول میک، ماژول بود خدایا درست نوشتیم، ماژول میک ببخشید، ماژول میک. بعد اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو مثلا میذاریم اوت. این دشتش API برای ما میاد چیکار میکنه؟ یه سری در واقع چیزای با API میخواین شما کار بکنین، اینا رو براتون در واقع یه سری مثلا چیزای API شو براتون درست میکنه. انتر رو میزنم، برای ما اومد چیکار کرد؟ یه دونه فولدر درست کرده، اگه دقت بکنیم ماژولز داخلش یه دونه ماژول درست کرده به اسم اوت. اگه دقت بکنین فولدر دیتابیس رو گذاشته، اون چیزایی که من اینیبل کرده بودم اینجا داریم میبینید شما خیلی راحت. لنگویجش هستش، ریسورس و حالا داخل فولدر اپش برین همه اینا رو براتون در نظر گرفته و خیلی راحت الان ما میتونیم استفاده بکنیم ازش. این ماژول اوتمون بود. یه کار دیگه هم میتونی بکنی اینجا، مثلا بهش بگیم که بیا ماژول مثلا بلاگ رو هم برای ما بیا چیکار بکن، درست بکن و یه ایرور باقلوای خوشگل بگیریم ما، ببینیم که میگه ماژول
آوت سرویس پرووایدر رو من نمیتونم پیدا بکنم واسش. کامپوزرمون نمیشناسه، به احتمال 90% از این باید باشه. بذاریم من برم داخل کامپوزر جیسون. بله ببینین ما اینجا بیایم چی کار بکنیم. این ماژولز رو باید در واقع بهش معرفی بکنیم که وقتی ما مثلا میگیم که ماژولز اسلش فلان به کدوم فولدر داریم اشاره میکنیم، چون این فولدر رو نمیشناسه خود در واقع. میام چی کار میکنم اینجا، من میام مینویسم ماژولزی که وجود داره. هر موقع در واقع اگر اسم ماژولز رو آوردم، برو داخل فولدر ماژولز رو در واقع بیا چیکار بکن، بگرد. حالا من دوباره یه دونه میزنم و ارور میگیریم. فکر کنم باید دوباره چیزش بکنم، یه دونه کامپوزر دامپ اتولود بزنم، این بیاد یه بار پاکش بکنه کلا و دوباره میام میزنه. الان درست شد. یه دونه دستور بود کامپوزر دامپ اتولود که میاد همه حالا کشینگا و خیلی چیزهای دیگه کانفیگایی که داخل کامپوزر بود و کش بودش، میاد اونا رو کلا پاک میکنه و دوباره در واقع ریبیلد میکنه همه اون چیزایی که میخواد فراخوانی بکنه. الان ما اومدیم چیکار کردیم؟ یه دونه ماژول آوت داریم، یه ماژول بلاگ داریم. اینجا خیلی راحت میتونیم ازش استفاده بکنیم. میام چیکار میکنم اینجا؟ اولین کاری که میام انجام میدم implement مثلا out and مثلا چیزه out و بلاگ رو من اومدم اضافه کردم ماژولاشو. اوکی، کار خاص دیگه انجام ندادم. الان تازه اینجا میخواد کارمون شروع بشه که بتونیم حالا سیستم در واقع کنترلر و حالا چیزای دیگه که میخوایم ما بهش اضافه بکنیم. حالا این چطور داره کار میکنه؟ ببینین هر موقع که شما یه ماژول رو میسازین، میاد اینجا یه فایل داریم ما به اسم ماژول استاتوس. ببینین اینجا هستش آوتو بلاگ و فلان. از اینجا اگر فالسش بکنین اینا، مثلا این دیگه دیزیبل میشه. چطور دیزیبل میشه؟ مثلا دیگه شما توی اون کامند لاینی که واسش دارین کار میکنین، مثلا پی اچ پی آرتیسن حالا ماژول فلان، دیگه کار نمیکنه. اینو دیزیبل میکنه. نه اینکه فایلاشو بخواد پاک بکنین، فالسش بکنین، فایلتون سر جاش هست، فقط کار نمیکنه. داخل مثلا این کار مدار قرار نمیگیره، حالا بخوایم اینجوری بگیم. ببینید الان این اوکی. حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ به طور مثال شما میخواید چیکار بکنی؟ برای این میخواید کنترلر درست بکنی. خب خودش دستور داره. شما خیلی راحت مثلا میخواین چیکار بکنین؟ فلگ هاشو یه لحظه صبر کنین. این اون فلگایی که بودش که بهتون گفتم API ماژول ها رو میخواد در واقع درست بکنه. من داشتش API زده بودم بهش. و اگر میخواین در واقع میگی که اگه شما میخوای یه ماژول رو بساز ولی دیزیبلش بکن، پشت بندش یه دونه در واقع داش دیزیبل یا داش دی بزنین، براتون ماژول رو میسازه ولی دیزیبل میشه که داخل سیستم در واقع نمیخوندش. حالا بعد ارزم به حضورتون که کارهای دیگه‌ای که هستش داخل ماژول ها، و میرم پایین تر ببینم که چطور حالا ما میخوایم چیز بکنیم. کاستوم نیم اسپیس رو در واقع میگه که شما اگر میخوای نیم اسپیس کاستومایز داشته باشی چیکار بکن براش. آرتیسن کامند. ببینین اینها واقع میکینگ میخوایم انجام بدیم. خب به نظر من پیشنهاد میکنم که حالا از این دستورات اگر شما میخواین استفاده بکنین که من خودم شخصا این کار رو انجام میدم که میام و کنترلرم و هر چیزی که هستش میسازم و بعد در واقع درگ میکنم داخل این به نظر من اصلا نیازی نیستش برید اینا رو کامندای اونم بخواید یاد بگیرید. اگر خودتون دوست دارین برید یاد بگیرید مورد نداره. این شما و این داکیومنتش که خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنین. ببینید میک کنترلر رو چطور میتونیم بسازیم. میگه که اگر شما میخواید یه دونه کنترلر بسازی، ماژول میک کنترلر پست کنترلر باشه، داخل ماژول مثلا بلاگ باشه. این کار رو مثلا شما میتونید خیلی راحت انجام بدین. حالا من میرم سر وقت پروژم. ببینید داخل پروژمون ما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما یه پروژمون رو بخوایم واقع بینانه بهش نگاه بکنیم. پروژمون یه بخشی داره برای در واقع حالا سیستم اوتنتیکیشن، حالا ورود، احراز هویت و کاربرایی که هستن. ما یه بخش مدیریت داریم که ادمینمون هستش، که بخش حالا مدیریت ادمین هامون، و میگیم که حالا مثلا این ادمین هست، یکی حرف بزرگ شده یکی حرف کوچیک، و یه بخش داریم به اسم یوزرها هستن. خب کاربر میاد ثبت نام میکنه، رجیستر میکنه،
فرمشو پر میکنه و حالا چیزای دیگه. حالا یه ادمین میخوایم اینجا داشته باشیم که حالا ادمینای مختلف هستن. شاید شما مثلا یه مدیری داشته باشین فقط برای اینکه بتونه مثلا به ترانزکشن ها دسترسی داشته باشه. یه ادمین داریم فقط بتونه کاربرها رو احراز هویت بکنه. یا ادمین میخواین داشته باشیم و حالا کار خاص خودش رو انجام بده. در واقع حالا رول و پرمیشن میخواین داشته باشیم برای هر کدوم از این ادمین ها. من پیشنهادم این هستش بیاین شما چیکار بکنید، شما که ماژولار دارین کار میکنین کلا اصلا بیاین بخش ادمین رو هم جدا بکنین از بخش یوزرتون. ببینین هر چقدر جداتر کار بکنین کارتون خیلی تمیزتر میشه. یعنی یه مقداری حالا پروفشنال تر در واقع میخوایم نگاه بکنیم به این قضیه. داخل همین بخش اتنتیکیشن من میخوام کنترلر درست بکنم. خب میرم داخل خود کنترلرز، من میگم یه فولدر میخوام داشته باشم. اسمش چی هستش؟ اسمشو میذارم مثلا ادمین. بخش ادمین کنترلری که مربوط به بخش ادمین هستش میذارم داخل این. یه فولدر دیگه درست میکنم اسمشو میذارم یوزر. کنترلر هایی که مربوط به بخش یوزر هستش رو میذارم داخل این. ببینید خودش در واقع من یه آد کنترلر رو درست کرده که ببینید اون داش ای پی آی که من گفتم فقط میخواستم بزنم ببینیم به چه صورت هستش. اومده مثلا برای ما یه کنترلر ساخته و همون در واقع چیزایی که شما وقتی یه دونه کنترلر رو به صورت ریسورس در واقع میسازین ریسورسش آورده اینجا قرار داده واسه من اینو میخواستم فقط بهتون نشون بدم به چه صورت هستش. خب کاری که میخوام انجام بدم من اینو پاکش میکنم، فعلا نیاز ندارم. داخل خود در واقع فولدر ادمین من فعلا با ادمینش کار ندارم، میرم داخل یوزرزم. خب من میخوام چی کار بکنم؟ میخوام یه کنترلر درست بکنم به اسم PHP artisan make controller به اسم چی؟ sign up controller. sign up controller. خب میخوام چی کار بکنم؟ ساین اپ بکنه کاربر، ریجیستر بکنه. خب بعد یه دونه در واقع بخش دیگه باید درست بکنم واسهش به اسم در واقع حالا بتونیم حالا ارزم به حضورتون لاگین و حالا ریجیستر و حالا باقی در واقع هر چیزی که هستش اونا رو اینجا براش در نظر بگیریم. یه کاری من میام انجام میدم اینجا. بذاریم من اینا رو اولا کپیتال بکنم، یه مقداری درست تر کار بکنم. یوزر و ادمین هستش. کنترلری که من میخوام درست بکنم اسمشو میذارم یوزر ساین اپ کنترلر. خب ساین اپ کنترلر. یوزرم در واقع میخواد ساین اپ بکنه، کنترلر رو برام میسازه و داخل این کنترلره من همینو میکشم و میذارم داخل این. حالا میگه که خب این الان کجا هستش؟ اگر شما میخوای چیز بکنی ازش استفاده بکنی نیم اسپیسش ماژولز آد اپ بذارین اینها. این هم کنترلرمون هستش. الان اینو سیوش میکنم و میگه که این کنترلر رو من نمیتونم بخونم. ماژولز آد اپ HTTP و بعدش ارزم به حضورتون کنترلرز و بعدش هم این الان داخل فولدر یوزر هستش. این الان اوکی. خب میگه که این کنترلرم رو باید من اد بکنم واسش و الا این الان برای ما داستان میشه. اینو باید یوز بکنم. بذاریم من یوزش بکنم. یوز HTTP کنترلر. نه اینجوری نیستش. از داخل فولدر اپ باید HTTP و کنترلرز و بعدش خود کنترلر بود و اینو من میبندمش. اوکی الان این کنترلرم در واقع داره میخونه. خب باید چی کار میکنم؟ ببینیم من چرا اومدم ننوشتم مثلا آوت کنترلر و نوشتم مثلا یوزر ساین اپ، یعنی واسه هر کدوم لاگین من میخوام جداگانه کنترلر درست بکنم. بله چرا من این کارو دارم انجام میدم؟ من میخوام همه چیز داخل خود فایلش جداگونه و تمیز باشه. نمیخوایم در واقع شیر تو شیر باشه، همه چی در واقع یه جا باشه. این چطور میگم؟
به خاطر همون من اومدم یوزر ساین اپ کنترلر رو جداگونه در واقع درست کردم. عین همین رو ما میخوایم چیکار بکنیم؟ برای یوزر لاگین میخوایم استفاده بکنیم و همین هستش. من میگم اینجا یوزر لاگین کنترلر، این اسمش هستش. خب این لاگین کنترلرمون و این ساین اپ کنترلرمون هستش. حالا کنترلرهای دیگر هم با هم دیگه رفته بریم جلو و با هم دیگه میسازیم. یه کنترلر دیگه البته ما داریم به اسم یوزر پروفایل کنترلر. وقتی که کاربر میخواد پروفایلش رو در واقع ببینه، من حالا بذاریم اینو اینجا. خب ما این کنترلرامون رو ساختیم و الان همه چیزمون اوکیه. اینجا بنویسم implement user out بیس کنترلرام اومدم اضافه کردم، کار خاصی انجام ندادم، فقط اومدم کنترلرام اضافه کردم. الان اینا اوکی هستند و میخوایم با هم دیگه بریم و کاری که میخوایم انجام بدیم یه سیستم ساین اپ رو میخوایم برای سیستممون اضافه بکنیم. الان ما میخوایم در واقع سیستم رجیستر رو به پروژمون اضافه بکنیم.